دوستان این ویدیو رو نگاه کنید. این ویدیو نه آمریکاه، نه کانادا، نه استرالیاست، نه انگلیسه، نه فرانسه است، نه هلند، نه فنلاند، نه اسپانیا، نه اروپا. این کشور ما ایرانه. این میدون شهیاد ایرانه. این تو خود تهران ماست. ببینید کشور ما 50 خورده سال پیش چه ارج و قربی واسه مهمونه خارجی داشته، چه مقامی تو دنیا داشته، چه جوری از مردم استقبال میکرده، از مهمونای خارجی استقبال میکرده و چه احترامی به ما میذاشتن اون زمان و الان با الان مقایسه کنیم. اینو گذاشتم که اگه پنجشنبه شب و جمعه شب یاد اموات افتادید، از طرف منم همین کارو بکنید. یاد مرده و زنده و جد آباد اینا که انقلاب 57 شرکت کردن و به خرابی بکشونید. اونایی که زندن تو مغزشون خرابی بکنید، اونایی که مردن هم تو روحشون خرابی.